عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، لبتون خندون، دلتون شاد باشه. امروز با جناب مهدی جان نثاری میخوایم صحبت بکنیم، دوستی که در فضای اینستاگرام فعالیت میکنه و از جستجوگران ماوراست، از دوستانی که حالا بلند میشن میرن توی بیرون از منزل، تو خرابه ها، تو قبرستون ها دنبال اجنه میگردن. مهدی جان درود بر شما. سلام و بروز عرض ادب ارادت. مهدی جان چند ساله تو فضای جستجوگری هستی؟ چی شد اصلا وارد این فضا شدی؟ از کجا شروع شد؟ علاقه داشتی یا چه چیزی بود؟ میشه برای ما توضیح بدی؟ والا من 7 ساله که تقریبا کلا با ماورا آشنا شدم. درست. علاقه خیلی زیادی داشتم به این داستان، ولی اون استارت و شروعش با یه اتفاقی بود که برام افتاد که پیگیر این ماورا شدم و دیگه رفتم تو این مسیر. چی بود اون اتفاق؟ میشه برام مثلا بگی که چی بود؟ چه چیزی شد که وارد شدی؟ والا اگر بخوام دقیق اشاره کنم برمیگرده به داستان دخترم که یه بار رفتم تو اتاق دیدم که داره بازی میکنه با یه یعنی با خودش داشت بازی میکرد ولی اسم یکی رو میآورد. بعد اون اسم برای خود منم آشنا بود، یعنی منم تو بچگیم با همچین اسمی هم بازی بودم. منتها یادم نمیاد دقیقاً چه حال و هوایی داشت اون بچگیم، ولی تعریفی که بزرگترها برام کرده بودن اینو چند بار گفته بودن که من رفتم تو اتاق دیدم دخترم هم داره با همون حالا موجود دیگه. اونجا کنجکاو شدم و دیگه از اونجا اومدم تو این مسئله. متوجه نشدم، یه اتفاقی تو بچگی برای شما افتاد بعد گفتین که دخترتونم؟ اتفاق نبود، من یه همبازی داشتم بچگی، زمان بچگی که آره که مثلا 4-5 سالم بود اون موقع. درست. بعد من از بزرگترها شنیدم که مثلا من یه همبازی داشتم که همچین اسمی داشته. خب بعد دختر خودم یه بار تو خونه رفتم تو اتاق دیدم داره بازی میکنه. خب همون اسم اوورد دختر من. چه اسمی؟ نگم بهتره، ولی حالا یه اسم عجق وجقی مثلا خیلی اسم چیزی نیست، ولی حالا اگه امکان داره. جان؟ اجوج. اوکی. آره. بعد این باعث شد که شما کنجکاو شدید، بعد باعث شد که شما بیاید به سمت و سوی ماجراجویی. درست میگم؟ آره من قبلش این کلیپ های ماجراجویی دیده بودم چند بار. بعد دیگه وقتی که اون کنجکاوی اومد سراغم دیگه اومدم در واقع بیشتر دیدم این کلیپ ها رو، بیشتر پیگیر شدم تا اینکه دیگه چرا قوه به دست دادیم رفتیم تو ناکجا آباد. مهدی توی این حالا 7 سالی که ماجراجویی کردی چه چیز این کار برای تو مثلا مهیج بود؟ چه چیزی تو رو ترغیب میکرد که حالا تو این 7 سال این کار رو همجور ادامه بدی؟ اولا این تنها میرفتی یا نه با کسی میرفتی؟ و این چه چیز جالبی بود که تو رو میکشون سوق میداد به این سو؟ این چه چیزی بودش؟ یا ممنون میشم بگی. ببین اگر من معمولا وقتی که با کسی میرفتم خیلی چیزی دستگیرم، یعنی چیز ثبتی خوبی نمیتونستم بزنم. هر اتفاقی، هر ثبتی خوبی که زدم توی اون تنهایی افتاد. یعنی وقتی تنها میرفتم ثبتی خوب میگرفتم. درسته. آره مورد داشت مثلا 2-3 بارم با بقیه بچه‌ها با هم رفته بودیم با بقیه ماجرات، ولی چیز خاصی با اینکه مثلا خب تیم حرفه‌ای‌تر میشد، دوربین بیشتر میشد، نور بهتر میشد، نمیدونم ایده بهتر میشد، ولی ثبتی نمیگرفتم. ولی هر زمانی که تنها میرفتم یا مثلا خیلی آمادگی نداشتم برای اون لوکیشن، اونجا ثبتی خوب من میگرفتم. ضمن اینکه این داستان خود به خود شیرینه، این بحث حالا اجنه و نمیدونم موجودات ماورایی تو ناخودآگاه همه ما هست، همه ما یه کنجکاوی خاصی داریم در مورد این داستان. حالا دیگه وقتی خب میافتی توی این مسیر، میافتی تو مسیر ماورا، یه شیرینیت دیگه هم برات داره، اتفاقایی که میفته، حالا چیزایی که میبینی، بعد تو روند زندگی یه اتفاقایی میفته که مربوط میشه به این داستان، یه درسایی برات داره، اون درسا برات شیرینه. برای من این شکلی بود. حالا سوال دیگه که برای من هستش، زمانی که مثلا شما خود تنها میرفتی توی لوکیشنی، حالا در یک مکانی، چه کار میکردی که حالا اون ثبتی رو انجام میدادی؟
آیا وردی میخوندی، آیا مندلی میکشیدی، یا نه همین چراغ قوه رو مینداختی و دوربین رو میگرفتی تو دستت و یه حالا الا بختکی دیگه به قول معروف، حالا آقا اومد یا بهروز، نیومد. هنوزم که هنوزه من الان تو این لحظه دارم با شما صحبت میکنم، من هنوز هیچ حساری ندارم، هیچ حساری آها. ندارم، یعنی نداشتم و ندارم، چون اصلا اعتقادی هم بهش ندارم. اتفاق خاصی هم تا الان نیفتاده که بگم نه من مثلا درباره حصار صحبت خیلی مثلا نکردم. منو از دره پرت کردم پایین، نه هیچ نه اتفاق نه نه خاصی هم نه نیفتاده. ببین. ولی بله. جان، من درباره حالا محافظت از شما یا حصار به قول خودتون صحبت نکردم. در مورد اینکه وقتی که شما وارد اون مکانی که میشدید، اولا که مکان رو چجوری یک انتخاب میکردید که کجا برید، اگر جایی که میرفتید چه کار میکردید که بتونید موجود ماورایی رو بیارید که اون رو بتونید به تصویر بکشید. آقا بهروز، ببین لوکیشنی که میخوای بری، خب یه چیزی هست به نام آقا تست لوکیشن که تو روز میرن اونجا رو میبینن. من یکی دو بار این کارو کردم، ولی خیلی این کار، چون ببین اینا فیزیک که ندارن ما بخوایم بگیم خب الان تو روز رفتیم یه چیزی دیدیم مشاهده کردیم، نه. ببین تماما این برمیگرده به حس و حال خودمون، به اون سطح انرژی خودمون یه اون جذب خود ما، به خاطر اون انرژی آلفا خود ماست که تو لوکیشن جذب میکنه اینا رو. باور ما این لوکیشن رفتن یه خورده میدونیم ما فیزیکی محسوب میکنیم این معادله رو، یعنی که میگیم آقا به اینجا چون مثلا الان قدیمیه خب حتما موجود هست، یا ولی اصلا به این ارتباطی نداره به نظر من. ببین این موجودات همه جای این کائنات هستن، همه جای این کائنات انرژی دیگه، آقا انرژی همه جا هست. موضوع اینه که آقا شما خودت چقدر اون فاکتورها رو داشته باشی که بتونی با اینا ارتباط بگیری. شما گوشه اتاق خودت هم شاید بتونی این ارتباط رو بگیری. ممکنه که الان بری توی یه لوکیشن قدمت بالایی ولی هیچ اتفاقی هم نیفته، ولی گوشه اتاق خود بتونی ثبتی خوب بگیری. برمیگرده به یه سری چیزای دیگه، برمیگرده به اینکه خود ماورا چقدر همکاری میکنه باهات، اون سطح انرژی شما چه جوریه، اینکه باور شما چه جوریه. باور خیلی مهمه. من مثلا وقتی میرفتم لوکیشن، ببین وقتی که باور داشتم یه اتفاق خوبی میافتاد، واقعا میافتاد. ولی اگه نه، خب خیلی مثلا سطح انرژی پایین داشته باشی، نمیدونم اوکی نباشی خیلی با اون لوکیشن، نتونی خودتو بخفردی با اون لوکیشن، شاید مثلا حالا ثبتی خوبی هم نگیری. ولی این داستان اصلا میگم فرمول و قانون نداره، تماما فلبدا هست، در لحظه است. مهدی جان از نظر تو جن چیست؟ جن رو بخوام مثلا از شما که میرین دنبال حالا این کار ماجراجویی و ثبت کردن تصویر از موجود ماورایی، جن از نظر خود شما چه چیزی است؟ اگه بخوام بگیم مهدی جان جن رو توضیح بده برای ما، برای بینندگان، چی میگی؟ ببین جن رو نمیشه توضیح داد، به لحاظ اینکه آقا اینا فرابودی هم، بعد 4 اند، بعد 5 اند، ما نمیتونیم تعریف درست از اینا بدیم. یعنی اون چیزی که ما درک میکنیم و میبینیم اون واقعیت مطلب نیست، چون این موجودات از یه بعد دیگه ان. آقا ذهن من مهدی طراحی نشده برای اینکه بتونم اونو بشناسم، ولی اگر اون موجود بتونه خودشو به حالتی که من درک داشته باشم ازش نزدیک کنه، من میتونم حالا مثلا یه چیزی ببینم و اونو برای شما تعریف کنم، ولی واقعیت مطلب این نیست. حالا مثلا دیدی بعضی میان در مورد طوایف اینا صحبت میکنن، در مورد نمیدونم زندگی اینا صحبت میکنن، در صورتی که اینا همه میتونه فرضیه باشه. ما واقعا توانایی درک این موجودات به معنای واقعی نداریم آقا بهروز. اینا مثلا میگم مثلا برای مثال این ملک فلان و بهمان و قبیله فلان و قبیله بسار، از نظر شخص شما میتونه فقط یک فرضیه باشه، درسته؟ دقیقاً میتونه فقط فرضیه باشه، به خاطر اینکه ما اصلا نمیتونیم اینا رو شناخت درست و واقعی داشته باشیم ازشون. درسته. آقا موجود میاد مثلا من دارم یه جنی رو میبینم، آقا وقتی این موجود دگردیسه، میتونه در لحظه مرد باشه، خب میتونه زن باشه، خب من پس درک درست ندارم از ماهیت واقعی این موجود. بله. به خاطر همین اطلاعات ما ناقص. همیشه آقا در مورد موجود وقتی میخوایم صحبت کنیم با یه سری اینفورمیشنات آقا اشتباه، یعنی آقا اطلاعاتی که ما میدیم چیزی که من برداشت کردم شاید درست نباشه، هر کسی هم ماوراش مال خودشه، شخصیه.
یعنی چه هر کسی ماوراش مال خودش شخصیه؟ ببین مثلا شاید آقا بروز من مثلا یه موجودی دارم میبینم، خب بله. شاید من به یه شکل و یه رنگ دیگه ای ببینم ولی شما با یه شکل و یه رنگ دیگه ای ببینی. خب این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه ماورا اونجوری ارائه میده. مثلا آقا من 1 سال اومدم وارد این دنیای ماورا شدم، خب قطعا ماورا خودشو به من مثل اون آدمی که 30 سال تو ماورا داره فعالیت میکنه نشون نمیده. ماورا با توجه به اون توانایی من، با توجه به اون قدرت من، با توجه به اون شرایطی که من دارم در ماورا میاد خودش ارائه میده. اگه مثل اون 30 ساله بخواد ارائه بده توان من شما در است، یعنی بستگی به توان شما بله. داره که شما چه چیزی رو بتونید ببینید، چه دقیقاً. چیزی رو ادراک شما چه جوری باشه. ماورا منظورت آنالیز اونه؟ میکنه. آره. ماورا آنالیز میکنه. حالا این موجود ماورایی که حالا شما میفرمایید دربارش صحبت میکنید که حالا در قرآن کتاب پیامبر قرآن، کتابی که پیامبر آوردن، حالا توش نوشتن آتش بدون دوده. آتش بدون دود رو شما چجوری ثبتش میکنید؟ تصویر میارینش؟ آره ببین این ماورا در موردش صحبت کردن خود سخته چون میگم فیزیک که نیست. خب بذار من یه چیزی رو بگم. ببین آقا بروز آتش بدون دودو که من ثبت نمی‌کنم. من چیزی که اون موجود خودش ارائه میده برای درک من اون، ببین اینا وقتی میان تو بعد ما، میان تو دنیای ما، خودشونو به دنیای فیزیک خود نزدیک میکنن. بله. ببین وقتی میان تو دنیای ما باید قوانین فیزیک پیروی کنن، یعنی تا یه حدودی باید خودشونو به فیزیک نزدیک کنن که بتونن با من مهدی یا کسایی که حالا هستن بتونن یه ارتباطی بگیرن. اگر با همون ماهیت بعد کاری بخواد بیاد آقا هیچ درکی من نمیتونم از این داشته باشم. ولی وقتی که میاد تو دنیای فیزیک، وقتی که به فیزیک خودشون نزدیک میکنه، من میتونم یه درک خیلی ریزی داشته باشم، اونم نه کامل، خیلی ریز، درک خیلی ناقص. اون درک ناقص رو میتونم حالا با توجه ببین به توهمی که دارم. شما وقتی میخوای موجودات رو ببینی بعد یعنی پایه دیدن این موجودات توهم شماست. یعنی بعد شما اون وهم رو داشته باشی تو ذهنت، بتونی اون وهم رو بهش رنگ و لعاب بدی، بتونی بیاری مثلا بکنی جن مثلا یه فیلم ازش بسازی. ولی این کاملا چیزیه که ببین ادراک و اون پردازش ذهن منه. شاید یکی دیگه بیاد ببینه به شکل دیگه ببینه. به خاطر همینه که اصلا ماورا برای همه مختلفه، اون درک از ماورا مختلف. هر کسی یه فرمی ماورا رو قبول میکنه، هر کسی یه فرمی میتونه این ماورا رو بپذیره. درسته. حالا مهدی جان اگه بخوام از سوال بپرسم، تو این تجربه 7 سالی که حالا داری میگی، یکی از ترسناکترین تجربه ها تو که تو ماجراجویی‌هایی که رفتی و به صورت تنهایی بودی، ترسناکترین رو حالا بگم هیجان انگیزترینش رو بخوای برای ما بگی، داری چیزی برای ما بگی ازش؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ آره من یه بار رفته بودم یه لوکیشن بود تو قم بود بهروز. بعد یه قلعه خیلی قدیمی بود توی جعفرآباد قم. من این لوکیشن اونجا قشنگ یادم شب جمعه هم بود. رفتیم و این من 3 تا چراغ قوه فول شارژ به خودم برده بودم با باتری. هر کاری میکردم این چراغ قوه اون نور رو به من نمیداد. نه اینکه نور نده، نور میداد ولی قشنگ مشخص بود اون نوری که مثلا همیشه به من میداد نبود. انگار مثلا موجودات اونجا خیلی مثلا قوی بودن، انگار نمیذاشتن نور، چون میدونی که نور یکی از ابزارهای ایناست. اینا میتونن با نور بازی کنن، میتونن نور رو بگیرن، میتونن نور رو پخش کنن، خیلی کارا با نور میتونن بکنن، با نور انعکاس. این هر کاری کردم آقا این چراغ قوه به ما یاری نداد که نداد. حالا کاری ندارم، گذشت. و اتفاقا یه اتفاقی هم که اونجا افتاد، یه سوراخی بود، نشسته بودم اونجا آقا بهروز، از بغل پای من چوب 20 سانتی از زمین زد بالا. حالا تو ویدیو هم هست، اگه خواستید برات میفرستم ببینید. بهش میگن اگر میشه این ویدیو رو اگر میشه به من بدین که توی حالا خلالی که مصاحبه رو دارن گوش میکنن. آره بهتون میدم که من اینو بذارمش توی ویدیو. ممنونتون میشم. بله. آره بهتون میدم. قشنگ از دل زمین چوب اومد بیرون. صدای خیلی وحشتناکی انداد. این گذشت دیگه، آفتاب زد. من داشتم برمیگشتم تو همین اتوبان قم، اومدم بغل یه اتوبوس رد شدم. آقا خدا یابا میگم ببین این
شیشه جلوی ماشین من کلا سیاه شد به روز، من هیچی ندیدم که دیگه لنگ ماشین رفت هوا، دیگه خدا رو هم کرد که حالا دیگه اتفاق بدتری نیفتاد. ولی تو خود اونجا مثلا چیز فیزیکی با شما نداشتن، مثلا میخوان دست به شما بزنن یا حالا چیزی که حالا دوستان میاد یه هول بار یه بدن صورت گنوم باید کرده بودم. خب اون گنومی که من ازش درک داشتم تو همون لوکیشن بود. گنوم یه چیه؟ موجودی اومد، والا من شنیدم گنوم میگن محافظین دفینن، یه موجوداتی بله هستن که از جن یه خورده قوی‌تر، بله حالا میگن پادشاهی اجنه میذارن اینا روی دفینه. حالا که چقدر این مطلب درسته نمیدونم، ولی من اونجا اون موجود رو روی سر خودم دیدم. حالا اونم کلیپش هست اتفاقا. خیلی ترسیدم، خیلی ترسیدم. اونم موجود خیلی میتونید به ما وحشتناکی بود بدین که سر خودم. بذاریم توی هم. آره خیلی میتونم. ممنون. بعد مهدی جان الان تو فضای حالا ماجراجویی رو میبینی خیلی الان هستن که یه دوربین تو دستشون میگیرن و وارد میشن و طبق معمول یا اهل المکان، اولی همین عربیش هم همینه، فقط میگه یا اهل المکان اگر اینجا هستی باش، ما هم اومدیم قول میدیم با تو کاری نداریم، با بچه هات کاری نداریم، با خودت کاری نداریم. نظر درباره این حرفایی که حالا یه سری ماجراجویی میزنن مخصوصا یا اهل المکان، بقیه‌ش هم فارسیه، نظر درباره این چیه؟ خودت به عنوان کسی که حالا 7 سال این کار رو انجام میدی، خودت مثلا این ویدیوها رو ببینی چه نظری داری روشون؟ ببین آقا بروز، توکید خب کلا یه مطلبی که تو انذارات به کار میره. خب ولی این چیزی که ماجراجو توی لوکیشن میگه توکیل نیست. خب این یه فراخوانه در واقع. با این صوتی که ماجراجو خب مثلا به شکل صدا در میاره به این موجودات میگه، ببین این فقط میخواد یه تحریک ایجاد کنه خب که این موجودات آقا حواسشون جمع بشه به این، یعنی کار خاصی نمیکنه. این آقا موجود اومدن زمانی یک که موجود شما عذرخواهی میکنم اینو حرف تو میاد، یعنی شما زمانی که وارد اون مکان میشید اون موجود ماورایی بیشعوره، نمیفهمه شما اومدید، ولی باید اولش رو عربی بگن یا اهل المکان، بقیه رو فارسی بگن، موجود میفهمه این کده یا نه اهل اصلا این المکان. عربی گفتنه که اصلا یه خورده فقط پیازداغ زیاد کردنه. این عربی گفتنه فقط برای ام. شکل کاره، برای یه اینکه جوری بیننده مثلا نمایش کاره، خودش بیاد کاور مثلا کاره. بگه اوته الان فاز مثلا عربی خوبی، وگرنه هیچ کاری نمیکنه. شما اصلا هیچ چیزی هم که نگید اینا از طریق قرین شما میفهمن که شما مثلا برای چی اومدی اونجا. قرین چیه؟ قرین شما این یه مطلب حالا جداست. اگه میخواید بریم سر قرین این نه بحث نه اگه چون میخواید تمامش کنیم نه نه چون فرمودید قرین، من سوال قرین رو من حالا پای صحبت های قرین در مورد قرین خودم میدونم چی هست، برای بیننده میپرسم که حالا شاید قرین چیه، قرین چیه؟ حالا میشه کوتاه توضیح بدید؟ این قرین از قرین میفهمن ببین این چیه؟ قرین پل ارتباطی هر آدمی خب با ماورای بله خودشه، یا همون همزاد. تو فارسی میشه همزاد، عربیش میشه قرین. خیلی بله بحث در این داستان قرین هست، ولی من خود من معتقدم که قرین همون همزاده. این موجود کنار همه ما آدما هست. خب در واقع بله کار ماورای ما رو همین قرین ما هندل میکنه. من اگه مثلا برفرض میخوام برم لوکیشن، اون موجودات چجوری متوجه میشن؟ خب اونا از قرین من متوجه میشن. ببین قرین من، شما فکر کنید یک موجودش، ببین مشابه دارم میگم، جن نه، شبیه به جن. خب که از ذهنیات من، از درون من، از اخلاقیات من، از تمام اون رفتار و اخلاق من مطلعه. میتونه اون اطلاعات من، اون داده من میتونه آقا به هم اون ماورایی که اونجا هست بده. و اتفاقا این قرائن خیلی هم توشون بحث سر این هستش آقا نمیدونم یه دونن، 2 تن، 3 تن، 10 تن، هر کسی یه نظری داره. ولی من میگم آقا درک درستی باز نمیشه داشت از چجوری و چگونه و تعداد اینا. بله فقط چیزی که میدونیم اینه که آقا ما یه موجودی هست به نام قرین که اون آینه رفتاری اخلاقی ماست. یعنی ما خودمون پرورشش میدیم، ما خودمون شکلش میدیم، حالا با اون درسته. اصول زندگیمون. و اینکه اون موجود آقا موجودیه که میتونه پل ارتباطی بین من و ماورای من باشه.
مهدی جان، ما حالا با چند تا از دوستان ماجراجویی که تو فضای اینستاگرام هستن حالا همینجوری صحبت میکردم، نه مصاحبه، همینجوری صحبت میکردم یا حرفاشون رو گوش میکردن، میگفتن که در اینستاگرام فضای ماجراجویی بسیار بسیار قبلنها، خیلی سالهای پیش اوایلش خیلی فضای خوب و تمیزی بود، تا زمانی که یک سری از ماجراجوها شروع کردن به قول خودتون درمانگری کردن و عرضم به حضور شما کار کردن با یک سری از دعانویس های داخل اینستاگرام. نظر شما در این رابطه چه؟ شما هم نظرید با این افراد یا نه؟ آقا بروز ببین، وقتی که من میرم ماجراجویی، خب ممکنه که دوباره من بگم یه شمی خاموشه، ممکنه که دوباره بگم مثلا آقا یه شاخه تکون بدن، خب ولی این دلیل بر این نمیشه که من مهدی الان قدرتی دارم یا کاری از من برمیاد. خب ولی ممکنه بیننده فکر کنه که من قدرتی دارم، فکر کنه که الان موکلی دارم یا چه بدونم از این خرافه هایی که همه جا هست. خب اون بیننده میدونی گول اون فیلمو میخوره، در واقع فکر میکنه که من الان قدرتی، در صورتی که نه، من هیچ قدرتی ندارم. اگر اون شاخه تکون میخوره، آقا به خواست خود ماوراست که تکون میخوره. حالا علتش چی میتونه باشه؟ شاید میخواد منو بکشه تو خودش، شاید میخواد علاقه منو بیشتر کنه، شاید میخواد آقا علاقه یکی از بیننده ها رو بیشتر کنه، شاید میخواد آدمایی رو بیاره توی بازی، شاید میخواد هزار و یک جور هدف میتونه داشته باشه، ولی این دلیل بر قدرت من نیست. ولی متاسفانه مردم فکر میکنن که من قدرتی دارم و حالا ماجراجو از این داستان سوء استفاده میکنن، میرن سراغ درمانگری و باورسی که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. چون خود مقوله ماجراجویی به خودی خود در جای خودش آقا اشتباهه. یعنی یه آدم عاقل نمیره هیچ وقت این کارو بکنه. عقل سلیم به شما نمیگه نصف شب بلند شو برو تو خیابونی. به خودی خود این داستان ماجراجویی آلودگی میاره، نمیدونم بحث ماورا وا میکنه پاشو توی خونه های ما، دیگه هزار جور مشکل داره دیگه. ولی حالا عشق دیگه، من خودم عشقشو داشتم. حالا خودتون که تو این لوکیشن ها میرفتین، تو این جور جاها میرفتین، حالا بحثی که الان فرمودید، یا دوستان همکارای دیگه‌تون که تو این لوکیشن ها میرن این کارا رو میکنن، آیا خود شما چی احتمال میدید که اینا خودشون تسخیر ماورا، تسخیر که نه، آلودگی ماورایی پیدا بکنن یا زندگیاشون تحت تاثیر قرار بگیره؟ چون بالاخره شما به هر نحوی که هست دارید، حالا جایی که وارد میشید دارید برای اون موجود ماورایی یک جوری مزاحمت ایجاد میکنید. این اتفاقا برای زندگی خود شما افتاده یا فکر میکنید که نظر کلی چیه در این رابطه؟ من با فکت بهت میگم که همه ما درگیریم، همه ماجراجو بیشتر، حالا مردم عادی کسی که پیگیر ماورن کمتر. خب چجوری؟ آقا من موقعی که اومدم تو فضای اینستاگرام ماجراجو شدم، ببینید حداقل 30 تا 40 تا ماجراجو بود، 30-40 تا ماجراجو راحت آقا هر شب لایو داشتن، اصلا یه خیلی برو بیا داشتیم ماورا این ماجراجویی. الان ببین 5 تا نیستن، الان 5 تا ماجراجو نداریم تو همین اینستاگرام. خب علت چیه؟ آقا این ماورا به این ماورا یه شبه که نمیاد درگیر کنه، به مرور یواش یواش نم میاد درگیر میکنه. اون ماجراجو وقتی که آقا 2 سال میگذره 3 سال میگذره تازه میفهمه که آقا داستان چیه، تازه میفهمه که این موجودات چقدر خطرناک میتونن باشن، اونجاست که دیگه غلاف میکنه. به همین علته که الان ما دیگه ماجراجو نداریم، چون دیگه اون ماجراجویی که اون موقع بودن الان دارن اون آسیبشو میبینن و همین الان دیگه همشون زدن گاراژ. اونی که میمونه و ادامه میده خیلی دیگه باید توش کلوف باشه، یا باید عشق اینو داشته باشه بره اصولی یاد بگیره این داستانو، بله، که بتونه اون درصد آسیبو بیاره پایین، یا اینکه بعد بذاره کلا کنار دیگه، که بچه‌ها همه گذاشتن کنار. درسته. مهدی جان، مثلا آسیب هایی که میزنن به ماجراجوها، حالا که شما میفرمایید که آسیب میزنن، اگر بخوایم مثلا برای بیننده ما بگین که چه جور آسیب هایی میخورن ماجراجوها، از چه نظری این آسیب ها رو میخورن، میشه مثلا برای ما توضیح بدینش؟ ببین آقای روز، این دنیای، ببین دنیای فیزیک دنیای ما آدم هست، دنیایی که ما آدم ها توش میتونیم حرف اول رو بزنیم. خب ما سیطره داریم روی این فیزیک، روی این دنیای فیزیک ما شاهش ماییم، پادشاهش ماییم، میدونیم، نه موجودات دیگه.
اما این موجودات چجوری میتونن بیان آسیب بزنن؟ ببین الان هیچ موجود نمیتونه بیاد با مش بزنه تو صورت شما، نمیتونه بیاد شما رو بترسونه، نمیتونه بیاد یه نمیدونم هالیوودی نمیتونه بیاد برای شما کاری ببافه. خب ولی میتونه چیکار کنه؟ وقتی که آقا بیاد تو خونه زندگی شما، نم نم این میتونه توی ذهن شما نفوذ کنه، توی ذهن خانواده شما نفوذ کنه، میتونه ذهن شما رو به هم بریزه، میتونه کاری کنه که آقا شما دیگه نتونی بشینی یه لیوان چای بخوری با خیال راحت، هر جا رو نگاه میکنی اینا رو ببینی. ببین ذهن شما رو ساخته و پرداخته این دیدن میکنه. این خودش اولین آسیبه. یعنی بعد از 2 سال 3 سال میبینی که آقا دیگه واقعا هر جا رو میبینی آقا تحرک وسایل جابجا میشن، نمیدونم سر صدا میشنوی، 1001 جور میتونن تو ذهن شما نفوذ کنن. خب این خودش یه آسیبه. از چه لحاظ آسیبه؟ آقا خواب شما رو میگیرن. شما انقدر به اینا فکر میکنی، همه اونایی که درگیر دارن میگن آقا ما شبا خواب اینا رو میبینیم. خب چرا؟ چون تو روز همش بهش فکر میکنی، نمیتونی ذهن خودت رو مدیریت کنی. این عدم مدیریت ذهن خودش یه درگاهی باز میکنه برای این موجودات که بتونن پررنگ‌تر تو زندگی ما باشن. این یه شکل خیلی بزرگی از اون آسیبی که میتونن بزنن. حالا باز آسیب‌های فیزیکی هم داره، حالا مس داره، لمس داره. من خودم مس شدم، نمیدونم 1001 جور میتونن به بدن انسان، میگم تو مرور تو مدت زمان آسیب بزنن که خود من تجربه همینا رو دارم. الان برای آخرین حرفی که حالا بخوام ازتون بپرسم، نظرتون چیه که کسانی که میخوان تازه مصاحبه شما رو گوش میکنن، حرفای شما رو گوش میکنن، علاقه دارن برن تو این کار، میخوان حالا یه دوربین بگیرن، مثل حالا دوستان ماجراجویی که حالا در یوتیوب هستن، در اینستاگرام مثلا، میخوان شروع به این کار بکنن، چه توصیه‌ای داری بهشون؟ چه کار کنن، چه کار نکنن؟ مثلا برن تو این راه، نرن تو این راه؟ اگر برن چه دردسرایی داره؟ من اگر ببین این ماورا اگه دوست دارن، ماجراجویی مسیر درستی نیست. ماجراجویی مسیر کاملا اشتباهه. خب یعنی نمیارزه که بخوای شما مثلا بری ماجراجویی کنی، بعد حالا مثلا یه هیجانی داره، یه آدرنالینی داره، ولی بعدش بخوای اون همه مصیبت رو بکشی. به نظر من مسیر درست ماجراجویی نیست. اگر میخوان با تو ماورا نقشی داشته باشن، به نظر من آقا یه استاد خوب پیدا کنن. استاد رو میگم استاد خوب، خیلی من خودم خدا شاهده انقدر دنبال استاد گشتم، به من یه استاد پیشنهاد دادن آقا برو توی کاشان. خب رفتم دیدم آقا این بنده خدا این استاده یه پیرمردیه، یه توی بازار یه مغازه 3x2 2x3 خب خیلی کوچیک و معقد داشت، کفش مردم رو واکس میزد. من گفتم الان برم اینو ببینم این استادی که میگه چی هست. رفتم دیدم آقا یه پیرمرد کفاشه. نمیدونم منم دید گفت نمیدونم چرا قبول نکرد. من خیلی بهش اصرار کردم قبول، هر کاری کردم قبول نکرد که من شاگردش بشم. ولی اون الان فکر نکنید میگم استاد الان توی این فاز اینستاگرام ریخته استاد، نه، باید برید بگردید پیدا. بعد اگر منتخب ماورا باشی، من فکر میکنم خودشون یه جوری اون پازل رو میچینن برات، اون استاد میاد تو مسیر راحت. برای من نخواستن که بیاد دیگه، من هر چی که دارم میفهمم خودم فهمیدم. حالا یه همصحبتی با بچه‌ها ممکنه یه چیزایی بهم یاد داده باشه، ولی در اصل اون تجربه خودمه که ازش نتیجه گرفتم. و اینکه آقا نه، از ماجراجویی من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم. ماجراجویی اصلا میگم نیاید، اصلا خریت محضه. جدی میگم اینو، خریت محضه. من خودم ماجراجو بودم، رفیقام ماجراجوان، ولی آقا این کار اشتباهه دیگه واقعیت رو باید بگیم. ولی آقا برید یه جا نمیدونم یه به شکل آکادمیک، نمیدونم حالا یه استاد خوب، جوری که آقا بتونید ماورا به شکل درست درکش کنید. نه مثل من که آقا نمیدونستم اصلا ماورا چیه، میرفتم لوکیشن، خب 1001 جور داستانم پیگوچی، من ماشینم چپ کرد تو دوگانه قم، خب نمیارزه دیگه. ولی آقا شاید اگه به شکل درستش فرا بگیرن، این آسیبا کم بشه، این شناخت قشنگتر بشه، قوی‌تر بشه، به خودتون هم بیشتر لذت بده. به نظر من اصلا نکنید این کارو. من پیشنهاد نمی‌کنم که این کارو بکنید. خیلی ممنون مهدی جان که افتخار دادی اومدی با ما صحبت کردی و
خیلی صحبت‌های قشنگی بود. دوستان توی این ویدیو کامنت بذارین به قید قرعه به بهترین کامنت. این دفعه 3 ماه تلگرام پریمیوم نمیدیم. به بهترین کامنت یک کامنت رو از توی کامنت ها انتخاب میکنیم به قید قرعه. $100 جایزه میدیم. و اگر دوستانی هستن که میخوان مصاحبه بکنن، تجربه ماورایی دارن یا استاد ماورا هستن یا دوستان من صحبت بکنن، فرقی نمیکنه سفلی کار باشن، الوی کار باشن، شیطانی کار باشن، هرچی، یا ماجراجو هستن مثل مهدی عزیز، من اولین کامنت آیدی ادمین رو براتون میذارم. توی اولین کامنت توی تلگرام هست آقای فرهاد، میتونید با ایشون در ارتباط باشین، بهشون مسیج بدین، زمان رو برای همدیگه مچ میکنن، ست میکنن که بتونیم بیایم با همدیگه صحبت بکنیم. مهدی جان خیلی متشکرم که همراه ما بودی. دست درد نکنه مهدی عزیزم. شما به روز. خدا نگهدار.